این ویدیو یه استراتژی نیست، بلکه یک دیدگاهه که تو متوجه بشی وقتی به عنوان مثال یک روند شارپ داری و برگشت صورت میگیره کی ما فرصت میکنیم دوباره به ادامه روند قبلی برسیم. ما یک اسپایک داریم، یک روند پرشتاب و سپس کف و سقف‌های پایین‌تر میزنه. احتمالاً منتظری به کف اصلی برسه که از اونجا بایر باشی، اما دو نکته رو توجه باید بکنی. یک، ترند لاین بریک بشه، یعنی این خط سفیدی که میبینی با بریکش تو مجوز به ورود به بای هستی. دو، مووینگ اوریج هم در کنار اون بریکش خیلی قدرتمندتره، مثلا در تایم 1 دقیقه مووینگ 40 و در تایم 5 دقیقه مووینگ 20. بریم نگاه بکنیم. الان ما تو تایم فریم 1 دقیقه و نماد داو جونزیم که پر قدرت به سمت بالا روونه شده، اما کف و سقف‌های پایین‌تر داره میسازه. من منتظرم برسه به ناحیه کف تا بایر بشم، اما نه، وقتی بایر میشم که مووینگم و خط روندم بریک بشه و بالاش تثبیت بده، اون وقت میتونم تصور بکنم که تا این ناحیه، یعنی نهایتا تا سقف میتونم بایر باشم. به غیر از این تو همچنان به فکر سل باش و مدام نقاط ورودت رو طبق پلن هایی که داری برای سل در نظر بگیر. این یک استراتژی قطعا باید خودت بهینش بکنی و به کار ببندی. من هر روز تو پیجم از این نکات میذارم، دنبالم کن.